شام 15 دکامبر سال 2023 مناقشه بین مهاجران و کارمندان پلیس در بازار صداوت، یکی از بزرگترین بازارهای شهر مسکو و روسیه مرکزی، قریب به زن و زنی میپیچید. کارمندان پلیس بعد از آنکه ازدحام مهاجران احاطه‌شان کردند، حتی دست کم 2 مرتبه به هوا تیر خالی کردند. تلگرام کانال استراشنا مسکو خبر داد که مناقشه در جریان رید نوبتی پلیس روی داد. کارمندان پلیس در نزد درآمدگاه رقم 6 بازار صداوت یک کارمند تاکسی را منع کردند و گویا به امر پلیس اطاعت نکرده بر روش ادامه داده است. برخورد بیش از حد شدید کارمندان پلیس هنگام بازداشت این راننده خشم ازدحام مهاجران را برانگیخت و آنها کارمندان پلیس را احاطه کردند. بین دو طرف رد و بدل‌های لفظی و تلفنی صورت گرفت و کارمندان پلیس برای آرام کردن ازدحام 2 مرتبه به هوا تیر خالی کردند. به گفته مهاجران، پلیس راننده را با الکتروشوکر مجروح و بیهوش کردند و همین سبب خشم ازدحام شد. بحث مهاجران با پلیس به زودی انجام یافت و همه ظاهرا آرامانه پراکنده شدند. اما روز 16 دکامبر سرایست تفتیشات شهر مسکو خبر داد که در رابطه به مناقشه در بازار صداوت پرونده های جنایی بو شده، نفرانی که به پلیس حمله کردند دستگیر شدند. بنا به اطلاع کانال استرالیا مسکو، مقامات همچنین تا کجا قانونی بودن بود و باش 80 نفر دیگر را تحقیق میکنند. این کانال خبر داد که نفر متهم به حمله به کارمندان پلیس زاده تاجیکستان است و روز 16 دکامبر مسئله بحث پیشکی گرفتن او بررسی می شود. علیه مردی که نسبت به کارمندان پلیس در حدود بازار صداوت از زوراوری کار گرفت بر اساس 2 ماده کودکس جنایی روسیه، ماده 318 زوراوری نسبت به نماینده حاکمیت و ماده 319 تحقیر نماینده حاکمیت در محضر عام پرونده جنایی کشاندند. خبر دادند در نهاد تفتیشات پایتخت روسیه نام مرد بازداشت شده نشر نشده است. خود او و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. به او بر اساس ماده 319 برای تحقیر کارمند پلیس همچون جزا جریمه به اندازه 80,000 روبل یا تا 306 ساعت کارهای حتمی و یا تا 1 سال کارهای اصلاحی تهدید میکند. ولی بر اساس ماده 318 برای زوراوری نسبت به کارمند پلیس به این مهاجر تاجیک جزای خیلی وزن‌تر، جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل یا تا 6 ماه حبس و یا کارهای مجبوری یا حکم زندان به مدت تا 5 سال تهدید میکند. و اما طوری به نظر میرسد این تنها نفر از زادگان تاجیکستان نیست که در مناقشه شام 15 دکامبر با کارمندان پلیس در صداوت اشتراک داشت. در ویدیوهای نشر شده شنیده می شود که در بین ازدحام و شاهدان بسیاری ها با زبان تاجیکی صحبت می کنند. در بازار صداوت زاده های زاده تاجیکستان کار می کنند. برخی آنها در اینجا به تجارت مشغول بوده مغازه های خود را دارند، اما اکثر مهاجران تاجیک در صداوت به حیث حمال، آشپز، فروشنده کار می کنند و یا برای روبوچین قلمرو بزرگ این بازار به کار جلب شدند.